در سوریه پس از پهن شدن یک ثبت صدا که در نام پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم به حرمتی شده است، اعتراضها سر زدند. گفته می شود که شاید مؤلف این ثبت رهبر گروه دینی دروزها باشد. طبق خبرها در نتیجه زد و خوردهایی که صبح دیروز میان گروه‌های مصالح غیر رسمی در شهر جرومن نزدیکی شهر دمشق سر زدند، 10 نفر کشته شدند. با گفته یک خبرنگار خبرگزاری انادولو، بعضی دروزها به سوی نیروهای امنیتی دولت در جرومن که تقریبا 8 کیلومتر از مرکز پایتخت دور است با سلاح وزنین تیر کشیدند. بعد این نیروهای امنیتی سوریه چراهای امنیتی را شدیدتر کردند و به آن منطقه قواهای علاوه‌ای فرستادند. وزارت کارهای داخلی سوریه گفت که تحقیق ثبت صدای را که در نام پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به حرمتی شده است آغاز کرده است و کوشش دارد شخصیت کسی که آن را ثبت کرده است معین کند و او را به جوابگری کشد. رهبریت دینی دروزهای ولایت از سویدا نیز این به حرمتی را محکوم کرد. در اظهارات آنها گفته می شود که کسانی که به پیامبر توهین میکنند برای انگیختن نزاع و جدایی بین مردم کوشش میکنند و چنین آدمان دشمن کشور می باشند. کانال الجزیره خبر داد که نمایندگان حکومت و جامعه شهروندی در شهر جرومن توانستند به سازش برسند تا شدت وضعیت را پس کنند. در همین حال طبق معلومات پهن شده در شبکه‌های اجتماعی، اسرائیل از وضعیت استفاده برده به بعضی منطقه‌هایی که در آنجا نیروهای امنیتی سوریه قرار داشتند ضربه هوایی زد. در نتیجه دیروز بین نیروهای حکومت نوی سوریه و گروه‌های مسلح دروزها زد و خورد شدید رخ داد. همزمان نیروهای حکومت نوی سوریه توانستند منطقه هایی که در آن بعضی گروه های دروزی که به اسرائیل تکیه می‌کردند تحت نظارت خود درآورند و آن منطقه ها را از جنایتکاران دروز تازه کردند.